الو. الو بفرمایید خانم. بابت چکایی که کشیدین شرکت سایت های شما شکایت کرده، پرونده‌تون فرستاده دادگاه، الان براتون حکم صادر شده آقا. چه حکمی هست خانم؟ حالا جسارتا حکم جلبتون صادر شده آقای رجبی بابت چک بلامحل. چک مال ماشین ترید؟ بله. 4 فقره چک برگشتی، چکای بی محلی که کشیدی و پاسش نکردی. خب فیلم نشونه که پاسش نکردیم سیادن. خب وقتی چک کشیدی چک بی محل کشیدی دیگه. نه خب چک میخوام گفتم بیا اینا چک کنم ولی ممکن نه. خب چک که میکشی بعد چکاتو پاس کنی. یعنی چی من پول نداشته باشی ماشین خریدی؟ خب گفت برو دارت من جا تا ماشین هست بدم، گفتم دیگه چی میخوای؟ گفت 4 تا چک هم بیا، گفتم بیا اینا 4 تا چک. خب بالاخره چک که میدی من پاس کنی. من بفهمم که میخوای داری دیرمون کنه. خب بالاخره که چی الان چک که میدی مسئولشی باید پاسش کنی. ما ماشین میام چی خوشم ماشین نمیخوام. زحمت میکشی تازه بعد 3 سال میگی ماشین نمیخوام. استفاده کردی خودت رو گذروندی تازه میگی ماشین نمیخوام. چه شما خب پیل ندارم.